سلام و سلام از تورنتوی کانادا به تمام بینندگان که ما را لایف یا ریپلی ما را میبینن. مستم منیره از روف. ای وبنار ای لایف که ما می داشته باشیم در هر پنجشنبه می باشه به نام ترسدی ویت مامپرونورز و خوشبختانه که ما همیشه زینت جان همراه ما می باشه، همراه اسنا جان. و امروز یک میمان اسپیشال هم داریم. برای کسایی که دفعه اول ما رو میبینن فقط میخوایم کمی درباره خود معلومات بدم. من مدت 22 سال است که در کانادا زندگی میکنم و مدت 17 سال است که در کمپانی جنرال منیجر بودم، اما از خاطر ساعتم یک اکسیدنت موتور بود، مجبور شدم خانه بشینم و فعلا یک بزنس آنلاین شروع کردیم که بسیار هم ازش راضی هستم. هم از نگاه فاینانشلی ما رو سپورت میکنه و هم از پولیش هر روز یک چیز را یاد میگیریم میآموزیم و خوبی که داره برای کسایی که در خانه می باشه یک بزنس خوب است. حالا پرسان میکنم از اورو جان که کم درباره خود گپ بزنن و بعد از او اسنا جان باز میمان خود براتون معرفی میکنیم. سلام دوستای عزیز، من روج هستم، در شهر کانادا زندگی میکنم در تورنتو و بک‌گراندم آفیس ادمنستر و در حال مدیکال استاتیک استودنت هستم و همراهش آنلاین بیزنس اونر اند منتور هستم و در تورنتو زندگی میکنم همراه همسر خود و مدت 6 ماه میشه که در بیزنس هستم و الحمدلله از پشت زیاد خوش هستم. از سایت هزل ایره شروع کردیم و از پشت خوش هستم. حسنا جان. سلام همه دوستان عزیز، بینندای ما همه که ما رو میبینن. کسایی که اولی دفت میبینن نام و انترودکشن کنم. نام حسنا فیضی است و ساوت کارولاینا یو اس ای زندگی میکنم همراه فامیل و من مدیکال اسیستنت خواندم با ایژوکیشن درسخ مگم آل شکر آنلاین بیزنس اونر هستم و منتور فامیلر آل کمک میکنم که بخیر اونام کامیاب باشن بیزنس شروع کنن دیگه مقصد. تشکر. ما زینت جان و اسنا جان تمام ما هر پنجشنبه قسمی که براتون گفتیم ما یک لایف داریم و امروز یک میمان بسیار ویژه و محترم را داریم همراه خود که اونا هم بزنس اونر هستن. دمی بزنس که ما پیش میبریم آنلاین دیجیتال مارکتینگ اونا هم پیش میبرن. امروز میخوایم که از تجربه هایشان یاد بگیریم، میخوایم که ازشان قصه شان بشنویم که چه قسم دی بزنس آمدن و چی گفتنی ها بر ما داره و برای کسایی که ما را یا لایف میبینن یا بعدن ریپلی ما را میبینن. سیویتا جان بسیار خوش آمدین به لایف ما، قدم رنجه فرمودین. بسیار زیاد تشکر. فقط اگر کم درباره خود معلومات بدین خودم معرفی کنین. بله تشکر یک جان از اینکه شما واقعا برای من افتخار بخشیدین و دعوت ساختیم. مر همینطور که دوستا لایف میبینن از صفحات ما خب همیشه ما لایف داریم به این بزنس. خب من سویتا جیلانیم از تورنتوی کانادا و مدت شده این بزنس پیش میبرم و خودم یک بزنس آنر و یک منتور هستم. در پهلوی از اینکه من این بزنس پیش میبرم به خانه و از اولادا خودم مواظبت میکنم، اما در اصل من خودم یک فشن دیزاینرم، یعنی رشته اصلی من فشن دیزاینر و تحصیلات خودم به هندوستان خلاص کردم، ولی به خاطر مشکلاتی که من به اینجا داشتم به خاطر اولادام و اینا خواستم که یک بزنس آنلاین یا یک ساید هسل یا یک اینکم در پهلوی کار اصلی که دارم داشته باشم و حال خیلی خوشحالم که به جمع شما عزیزان و به جمع از این بزنس آنلاین. تشکر. زیاد تشکر. یک خوبی که این بزنس ما داره که امیال مثل که سیویتا جان گفت، سیویتا جان هستک فشن دیزاینر، اسنا جان هستک امیال خودشان مدیکال اسیستنت و در پولیش اورو جان هم هستن که مدیکال اسیستنت هستن. بزنس که از برای هر کس در همه جایی که از ما در این داریم، از دکتر گرفته تا فایر فایتر تا کستمر سرویس تا دکتران نرسا همه گیده ای بزنس میان، چون در پولی کار رسمی خود میتونن که یک بزنس یک انکم اضافه بشه. ما نمیتونیم داریم در است که ما یک
لیکن کم اضافه اگر خیر ما برسه بر دیگران هم برسه. یک سوال از سویتا جان دارم که چی باعث شد که این بزنس علتی که بزنس خاص با وجودی که بسیار یک رشته خوبه؟ بله بله درست فرمودیم شما. خب واقعا همیشه آدم یک وای می داشته باشه، یک کاری که میخوای شروع کنه بالاخره یک هدفی می داشته باشه. خب اولی هدف می بود که چرا من به این بزنس آمدم. من همیشه از وقتی که کرونا شد من کوشش میکردم که یک درآمد از طریق آنلاین داشته باشم. به خاطر کرونا ثابت ساخت که ما تنها فیزیکلی نمیتونیم کار کرده، همه جهان بسته استاپ شده بود. خب من کوشش کردم بزنس های آنلاین دیگر مانند بازار استاک که واقعا اونجا خیلی برای من هیچی مفاد نداد، یعنی نقص زیاد کشیدم به خاطر که همچون پروگرامی که باید با اینطوری باشه، کوچ باشه و برای ما همه چیز یاد به دست صفر تا صد نبود. خب بالاخره به اون ناکام شدم و همچنین از آنلاین شاپینگ های دیگه که مانند آمازون و شاپافای و اینا بود، از اینا استفاده کردم و اونجا هم زیاد لاست کردیم و یعنی نتونستیم، موفق نبود به خاطر که اون سیستمی که ما به اینجا استفاده میکنیم همین سیستم نبود که کسی ما رو یاری کنه، همکاری کنه. پس من واقعا یعنی میپالیدم، همیشه در جستجوی ازی بودم که من یک درآمد از طریق آنلاین داشته باشم، یعنی به خانم اگه باشم بتونم که از طریق سوشال میدیا باشه یا از طریق بالاخره از طریق فیزیکی نباشه، چون فیزیکی آلردی من کار میکردم. و ما به این بزنس مانند شما عزیزایی که یا یک ویدیو اد میبینیم یا یک تبلیغ میبینیم یا به صفحات ما یک دفعگی سر میخوریم، ما هم امیتو یک ویدیو اد دیدم از منتور ما که واقعا من تحقیقات کردم و بعد از او که تحقیقات انجام دادم تصمیم گرفتم که این بزنس شروع کنم و واقعا خیلی خوشحالم از اینکه من این بزنس پیش میبرم و حال خود من یک منتورم و یک بزنس اونر. سویتا جان یک سوال دارم اسپشن خود ماشاءالله گفتین که خودتان یک بزنس داشتین از لایک فیشن دیزاینر بودین و دستایدشان در امازون و شاپیفای هم کردین و حالا که دیمی لایک در آنلاین بزنس هستین و کار از خانه میکنین، لایک چقدر فرق داره امی آنلاین بزنس و این پرسن بزنس که خودت میکنی؟ چی چالنجز اونا بزنس داشته و ای داشته؟ چقدر لایک خسته کن بوده و امین میتونین که اکسپلین کنین؟ بله چرا که نه. خب بزنس های دیگه که بود کاملا درسته، اونم از طریق آنلاین بود ولی باید پتانسیل زیاد قوی نداشت. مثلا باید ما از بازار استاک وقتی که من استفاده کردم باید 24 ساعت بفهمی استاده باشی پشت کامپیوتر باشی، باید استاده باشی که تا امو استاکی که داری یا همو پولی که تو اونجا واریز کردی اونا تا چی وقت بازار بالا میره، وقت بالا میره تو باید از اونا بیرون شوی، باید یعنی مفادی به دست بیاری. خب بالاخره ما فامیل طفل دار اینا همیشه نمیشد 24 ساعت ما داخل امو پلتفرمی که من از استفاده میکردم باشم و من مواظب ازی باشم که چی وقت استاک بالا میره و من فایده رو به دست بیارم. پس این خب ناموفق بود و ما کار آنلاین شاپ آنلاین ما که او هم چی فشن برندی که ما داشتیم مثلا اونا بود، همگی ما از دیگه پلتفرما خریداری میکنیم و با آمازون و شاپافای به حساب اون ما میفروختیم که یا ما پروفیت به دست بیاریم. خب ما باید اونا پکیجینگ میکردیم، مثلا به خاطرش ما اف بی ای میکردیم، یعنی خود ما کار انجام میدادیم، ما اونا پکیج میکردیم، باید پست میکردیم، یعنی فیزیکی هم ما به او زیاد مصروف بودم و او وقت زیادی من نداشتم که به اونجا مصروف باشم، کار بیرون هم داشتم. ولی بزنسی که ما داریم واقعا خیلی عالی میباشه. ما در طول 24 ساعت 2-3 ساعت ما وقت میگذرانیم، سیستم ما به خاطر اتوماتیک میباشه، یعنی همین کاری که ما انجام میدیم سیستم برای ما انجام میده. پس من خیلی تفاوت های زیاده بین از این بزنس و او بزنس های دیگه که داشتم دیدم. واقعا من همیشه خوشحالم و خدا شکر میکنم که من یه تصمیم خیلی خوب و عالی گرفتم
که من شروع کردم و این بزنس انجام میدم و پیش میبرم. بسیار زیاد تشکر، بسیار خوب اکسپلین کردین. واقعا که بزنس بسیار عالی است و ما مادرها لایک هر پروفشن که باشه میتونیم که در خانه لایک بزنس خود پیش ادامه بدیم. بسیار خوب، تشکر. حسنا جان اگر شما کدام سوال دارید میتونید که پیش جانان. سویتا جان باز میگم خوش آمدین به پروگرام ما و سوال همیشه است. یک چند تا لیدم چیز سوال دارن همگی که میخوای شروع کنن. یک سوال، من دو سوال دارم بایدوی. یک سوال ای بود که آیا ضروری است که ما باید با کامرا بیایم، با لایف بیایم یا ویدیو عکسایخ بمانیم به این بزنس از دیگران که دیدن دیگه. و سوال دوم که یعنی زیادتر یار هرچی آدم میفهمانه بازم میگه یعنی چقدر شما کمایی میکنین، چقدر چقدر ارنینگ شما یا دستی که هم شروع کردن دستی باید ارنینگ باشه و هرچی اکسپلین میکنم، ولی با وجود ازم اگه شما یک بهتر بخیر اکسپلین کنن که بر بیننده ما خوبتر باشه بفهمن. بسیار این سوال همگی میکنن، این سوال همیشه هست که بسیار سوال خوب است. بله. نظر و تجربه که هسته و نظر به بیزنس مدل که ما داریم، اول از این که شما یعنی ضرورت دارین که مثلا از نگاه تصویری داخل تصویر باشین یا بیاین مثل ما داخل سوشل میدیا لایف بیاین یا حتی ویدیو بگذارین. این بزنس ما به اینا مثلا خود یعنی خود آدم میتونه انتخاب میکنین که آیا میخواین داخل سوشل میدیا شما عکس شما باشه مثل خانم اروج جان که میبینین واقعا اونا معجبه هستن، ایجاب دارن، او خواست خود از اونایه، او پرسنل لایف از اونایه، اونا همین رقم میخوان که این بزنس پیش ببرن و همین رقم کامیاب هم هستن و پیش میبرن. به هر طریق ما طریق پست داریم، ما که از طریق بنرها پیش میریم، از طریق تمپلیت ها پیش میریم، از طریق نوشتاری، از طریق صداگذاری و از طریق تصویری که ماها به تصویر هستیم. ولی فرق نمیکنه، او خود انتخاب به خود آدم که از چی طریق ما میتونیم این بزنس پیش ببریم داخل سوشل میدیا. و جواب سوال دوم شما که واقعا امی سوال از ما دارن، البته همیشه دارن و خود ما همچین سوال داشتیم وقتی که به بزنس آمدیم. خب بزنسه اینجا شما کار نمیکنین که ماهانه معاش بگیرین، مثلا شما با کمپانی کار نمیکنین که ساعتانه بیاین کار میکنین و آخر ما به شما مثلا نمو تنخواه یا معاش شما یا سالری شما پرداخت کنیم. شما میایین سرمایه گذاری میکنین، این بزنس شما ادورتایزینگ میکنیم. نظر به ترنینگ ها، ما ترنینگ ها شما که وقت خلاص میشه سیستم شما ست اپ میشه کاملا، او وقت شما اجازه داریم که تبلیغات یا امی اطلاع رسانی شروع کنین. بعد از اینکه شما به تبلیغات و اطلاع رسانی شروع کردین، نظر به او کم کم شما به درآمد شروع میکنیم. و همیشه بزنس ها همین خاصیت نامی باشه، یعنی تجارت، که شما باید مثلا بزنس ما همیشه خود یک بزنس روی یک چند محور میچرخه، روی یک پروداکت میچرخه که باید فروخته میشه. به مشتری ما نیاز داریم که مشتری ما به هر بزنس ما به ادورتایزینگ یا همون تبلیغات نیاز داریم که او بخش ادورتایزینگ و تبلیغات ما پیش میبریم. این بزنس ما روی همین سیستم میچرخه و ما به مثلا به همون دکوریشن یا همون مثلا یوتیلیتی که ما مثلا کرایه دکان میدیم، یا که مثلا اگه هر بزنسی باشه آب داره، برق داره، مثلا تکس دولت ما میدیم. تمام بزنس های دنیا روی همین مسائل میچرخه که و این بزنس ما یعنی از دیگران متفاوت نیه. ما این مصارف هم داریم و همچنین بزنس ما خب درآمد هم حتمی داریم که ما اینجا میایم تبلیغات میکنیم و ما این بزنس واقعا از طریق سوشل میدیاه. خدا کنه که سوالات خو دوستای ما که از شما پرسان کردن بگرفته باشن و همچنین کسایی که از من چینن. سویتا جان خوب تشریح دادن، انشالله که سوالایشان جواب داده باشه.
ما میخوایم که اضافه کنیم. یکی بسیاری پرسان میکنن که وظیفه شما چی است؟ شما وقتی که میگین آنلاین بزنس آنلاین، این کار شما چی است؟ ما چندین ویدیو دیگه خودم گفتیم حالا میخوایم بگویم که این اطلاع رسانی است یا مارکتینگ است. میخوایم امیر سیویتا جان بر ما به دیگه ورد بگویم که شاید بتونن اونا بهتر بر شما تشریح کنه که بزنس ما چی است. که پیشتر براتون گفت در آمازون کار میکردن، در آمازون باید مال از یک جای بگیرین، در دیگه جای خودتون رو شپ کنین، باز بعد از روان کنین، پکیجینگ رو ایجاد کنین که تمام از این یک جای کار داشته باشه که شما بتونین پروداکت ببندین، کلیش باید پکیجینگ کنین و این کلش یک کار فیزیکی هم می باشه. کار رسمی میکنیم. ما میایم خدا نشان میتیم یا یک ویدیویی چی میکنیم، تمام ما میخوایم که نشان بدیم. میره کمی سیویتا جانم درباره‌اش کمک روش برای امیگی که بهتر معلوم شوه و خدا کنه که دوستای ما کی سوال دارن که از شما اونا کمک بکنن. اگر بازم سوال کدام چیز دارین لطفا سوالاتتون به ما نوشته کنین، ما براتون کوشش میکنیم که به قسمت بهتر جواب شده. حالا سیویتا جان بگین که ما چی میکنیم، کارمون چی است؟ خب البته ما میخوایم که یعنی یک کم خلاصه باشه، یک کم از این که با مفهوم باشه که همه دوستا بفهمن. همیشه میبینیم ما داخل تلویزیون ها، داخل تبلت ها، ما داخل دیوایس هایی که ما استفاده میکنیم میبینیم که تبلیغات میباشه، ولی قبلا که بوده به طور کلاسیک بوده، مانند روزنامه، بروشورها، مثلا تبلیغاتی که از این خانه به این خانه بوده. بالاخره تبلیغات متفاوت بوده به طور کلاسیک یعنی قدیمی. خب حال سیستم خیلی واقعا پیشرفته شده، ادوانس شده، از طریق سوشال میدیا تمام تبلیغات صورت میگیره و امو اطلاع رسانی صورت میگیره. ما کار ما به این سیستم سیل که ما داریم، ما یک سیستمی داریم که روی از او سیل انجام میشه، یعنی خرید و فروش انجام میشه، ولی ما انجام نمیدیم، خود کمپانی انجام میده، ولی ما فقط بخش تبلیغاتی رو انجام میدیم که ما جنس ما نمیفروشیم. چون ما نمیفروشیم ما تبلیغ جنس هم انجام نمیدیم. ما فقط اینمی بزنس مدل تبلیغاتی رو انجام میدیم که از طریق از این تبلیغات ما کمیشن های خیلی عالی میگیریم که کمپانی ما قبلا بوده از طریق آفلاین پیش میرفته و تمام مثلا مقدار زیاد همو پولر صرف کمپانی های تبلیغاتی میکرده، برای از اونا میداده، برای ایجنسی های تبلیغاتی میداده که نمی سیستم از اینا تبلیغ کنن. ولی آلی آماده سیستم ساده کرده، خیلی ساده و آسان برای ما یاد میده از 0 تا 100 با یک کوچ و یک منتور، با ترنینگ ساید خیلی عالی. و ما این سیستم تبلیغات الکترونیکی یا ادورتایزینگ روی سوشال میدیا ما یاد میگیریم. ما اسپانسر اد آماده میسازیم از طریق سوشال میدیا مانند فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، لینکدین، پینترست و سایت گوگل. ما این تبلیغات پیش میبریم و در پلو از اون ما کمیشن میگیریم. پس ما این سیستم روی تمام ادورتایزینگ یا همون اعلانات یا اطلاع رسانی از این بزنس پیش میبریم. بسیار زیاد تشکر سویتا جان، بسیار زیاد خدا کنه که سوال بنده ها که کسایی که دارن حل شده باشه. و یک سوال دیگه دارم سویتا جان، میتونین کسایی که علاقه‌مند هستن که در بیزنس بیاین چی رقم اونا بیزنس خود ادامه میتین، چی رقم شروع کردن میتونن؟ بله. خب برای شروع ما 3 تا استپ داریم که باید همه گور سپری کنم، چون ما هم همون استپار تیر کردیم، یعنی ما هم قدم به قدم پیش رفتیم تا به این مثلا مرحله رسیدیم. اول از این که برای شما با راجستر نمودن یا وارد کردن اسم و ایمیل آدرس خود روی وبسایت های ما و یا همچنین میتونین از طریق مسنجر، هر پلتفرمی که ما رو مشاهده میکنین میتونین از طریق مسنجر از او برای ما مسیج بگذارین و اسم خود و ایمیل خب بر ما ارسال کنیم. ما هیچ گونه استفاده سوی یا استفاده از ایمیل شما نداریم، فقط به خاطر که اطلاعات واقعا خیلی زیاده و ما نمیتونیم که به 100 زنگ بزنیم یا به خاطر ویدیوها بسازیم که ما نشر کنیم. ما کامپلیمنتری یا همو وبینار یا ورکشاپ داریم
که برای شما ارسال میشه. او 3 تا استپ داره، باید اونا به دقت شما باید ببینین. اگر راجستر میکنین که اتوماتیکلی برای شما میاد داخل ایمیل حتمی چک کنین. عموما بعضی دوستا مشکل دارن میگن ما نمیبینیم ایمیل که از شما ما دریافت نکردین، یا که ایمیل اینا مشکل داره، اشتباه از ایمیل که یعنی حرفای مسب میشه، یا که حتمی داخل جنک یا اسپم ایمیل خور یک بار چک کنن. بعضی وقتا دیوایس ها ما دایرکت اونا راهنمایی میکنه به بخش اسپم که مشکل عموما بعضیا دارن. خب ما روی از مشکل کار میکنیم که یعنی به اسپم نره ایمیلایی که از طرف ما میآید. اونا رو ببینن به دقت، بعد از او به ما مراجعه کنن توسط مسیج یا توسط همون ایمیلی که اونا میگیرن، میتونن بر ما ریپلای پس بر ما ایمیل بزنن که بتونن به استپ های بعدی که ما اونا راهنمایی میکنیم، چون استپ به استپ بیزنس پیش میره، میتونن که به استپ بعدی اونا قدم بگذارن. قدم سومش چی بود؟ شما گفتین 3 استپ. بله و بعد از اونه که اینا استپ سومه. بله و استپ سومی که هسته، خب اونا مشاهده میکنن، لینک بر از اونا میآید و میتونن که همین ورکشاپ ها ما منظم تماشا کنن و بعد از اونه میتونن که به دوره ترایال ما شرکت کنن، یعنی دوره 30 روزی ترایال ما که باز او برای ما خود از اونا مسیج میگذارم یا خود از اونا اتوماتیکلی میتونن که دوره ترایالر داخل بشن و بتونن که تمام معلومات درباره بزنسی که ما انجام میدیم، درباره درآمدایی که ما داریم، درباره وی آی پی گروپی که ما داریم داخل فیسبوک، همگی برای از اونا استپ استپ از طریق کوچ بر شما ارسال میشه و از طریق سیستم. واقعا امیر، من میخواستم بگم که این مرحله سوم ما که هست $149 است که او ریفاندبل می باشه، که شما 30 روز دارین که در ظرف 30 روز میتونین که تصمیم بگیرین که آیا این بزنس مدل بر شما است یا نیست. اگر این بزنس مدل بر شما نباشه میتونین فقط از پول خودم میخوایم $149 پس بر شما داده میشه. که سری وقتا ما تا جایی که نفر داریم همگیشان وقتی که بسیار ساده و آسان است، ترینینگ‌های ما بسیار ساده و آسان است و همگیش ویدیو استپ بای استپس می باشه و خوبی از این بزنس که از ما در کمپیتیشن هم هیچ کس نیستیم. من امروز یک سوال داشتم، سیویتا جان یک چی شده بود بر ما زوم میتینگ کال کردن، ارتیم ما شیشتیم استپ بای استپ به من یاد داد که واقعا بسیار زیاد تشکر از این سیویتا جان که شما یاد دادین. یعنی همگی ما که هستیم در بزنس دیگه میکنیم. به اینجا ما کمپیتیشن هم رو یکی دیگه نمی داشته باشیم. هر کدام ما میخوایم که پیش بریم در زندگی و این تیم واقعا تیم است که همیشه دست یکی دیگه خدا گرفتن و کمک میکنن یکی دیگه خدا. اگر ما ضرورت داشته باشم اورو جان است، اسنا جان است، یا اگر کدام ما کمک ضرورت داشته باشیم یکی دیگه خدا کمک میکنیم. میتونید شما داخل شوین یک دفعه بیاین ببینید که بزنس مدل چه قسمت برای هر کدامتان یک منتور و یک کوچ می داشته باشین که بر شما همه قسمه که پیشتر سیویتا جان هر بزنس دیگه را که شروع کردن منتور و کوچ نداشتن، هیچ کار را منتور یا بدون یک کوچ کردن نمیتونن. سیستم هر بزنس را که ما شروع کنیم همیشه یک اینوستمنت ضرورت می داشته باشه. اگر بخوایم که استاک مارکتینگ باید اینوست کنیم، اگر بخوایم آمازون اکانت داشته باشیم باید پیسه اینوستمنت کنیم. اینوستمنت در هر بزنس هست. امی وقتی که نام بزنس گرفته میشه دهش یک اینوستمنت می باشه که کمترینش از $3,000 است و تا $13,000 می باشه که در هر مملکت فرق میکنه نظر به کرنسی از اون مملکت. اگر شما اورو جان یا اسنا جان چیز دیگه میخواین که اد کنین یا اضافه کنین به این معلومات ما لطفا شما هم بگوین. از خاطر 23 دقیقه است که میخوایم که باز لایف خود قطع کنیم. شکر. ما فکر نکنیم که دیگه کدام سوال باشه. اونا که کدام بنده های ما میبینه و خواهش میکنم که سوال دارن پلیز در کامنت با ما نشته کنین و ما کوشش میکنیم که در هفته آینده در که مهمان نو ما سوالتن پس برتان جوابش بدیم. بسیار تشکر از سویتا جان، از حسنا جان و منیره جان که بسیار زیاد سوالای خوب و سویتا جان بسیار خوب تشریح کرده. تشکر. تشکر از همگی، تشکر از سویتا جان و بخشش باشه که دخترم امروز بازاب با چسبیده دیگه خوبی از این صحبت نشانستم گفت نزدم. از ما دخترک به بالا مادر من
بله دقیقاً این بزنس شما میتونین از هر جا از همگی واقعا بله همراه اولاد هرچی مثل ما میریم from anywhere شما میتونین بله بازم گپ محمد سیویتا جان میگه پامیتون که در هر جای میتونین امی بزنس پیش ببرین. خوبی از این بزنس که از در خانه هستین امروی طفلتان هستین هرچی هستین. امیال اسنا جان بزنس خودم پیش میبره در پولیش دخترک خودم نگاه میکنه و سیویتا جان مثل که گفت دخترکشان است که خود نگاه میکنن در خانه. من هستم مادر مریض است که مادر من نگاه میکنم و نواسگک ما است. یعنی این بزنس بسیار خوبیای خود داره. واقعا ما بر امتان ادوایس میتونم که یک دفعه شما داخل از این بزنس شوین. میتونین که با وبسایت سیویتا جان فلانی هم میتونین در فیسبوک، در اینستاگرام، در تیک تاک، در هم دارن. مثلا اسنا جان، ما خودم و اروج جان تمام ما داریم. میتونین که با وبسایت هر کدام ما خواسته باشین کنین و ترای کنین بزنس. سخت‌ترین چیزی که در بزنس است ما همیشه میگم اولین قدم است. اولین قدم باقی همه چیز است. واقعا اگر گفتنی دارین لطفاً گفتنیاتون بگوین. بسیار زیاد تشکر از عرصه‌تان از سیویتا جان. تشکر که از قدر اسکیجول مشغول خود بر ما وقت پیدا کردین و اومدین امروی ما. بازم موفقیت‌های بسیار زیاد برمی‌خوایم. زنده باشیم. ما همچنین برای شما عزیزان آرزوی موفقیت زیاد دارم. تشکر جانم. یک دنیا تشکر از همتون. تشکر از همه. تشکر. زنده باشین. خداحافظ بینندای عزیز. باز انشالله هفته دیگه میبینیم ملاقات میکنه. روز و شبتان بخیر. بازم انشالله بخیر هفته دیگه بازم میبینیم. روز پنجشنبه ساعت 12 بجه with Mompreneurs. روزتان خوش. خدا